میگه که خودت رو چطور تعریف میکنی؟ خودت رو چطور تعریف میکنی؟ میگه خودی وجود نداره. من کسی نیستم، هیچی. کسی وجود نداره. هر چیزی که هست خداوند هست. خب حالا این یک آدم بیدار هست. ولی وقتی که آدم خوابه و فکر میکنه که ذهنش هست، خب فکر میکنه که مثلا بشینی کنارش حوصلت رو یه جورایی سر میبره. وقتی که بیدار میشی، آدمهای خواب تا حد زیادی حوصله اون آدم بیدار رو سر میبرن، چون وقتی ازش میپرسی که تو کی هستی، شروع میکنه اصلا داستان ساختن. یعنی اصلا تا میشینی پیشش سریع میخواد بدون شغلت چیه، کجا هستی، بچه چندمی، از کجا میاد، دینت چیه، الت چیه، بلت چیه. خب همش دنبال اطلاعاته. ولی وقتی آدم بیدار میشه، یک آدم بیدار مثل این صفحه حالا وایت بوردم که حالا میخواستم چیزی بنویسم البته روش، ولی حالا قسمت نشد. برمیگرده به، یعنی انسان بیدار کسی هستش که ذهنش خالی شده، یعنی برگشته به همون اصل خودش که ما هیچ اطلاعاتی در اونجا نداریم و همه چیز خالق هست و همه چیز خداوند هست. خب برای همین هستش که وقتی آدم ها بیدار میشن دیگه نمیتونن برگردن به اون من حوصله سربر قبلیشون، یا برن بشینن پای منیت آدم ها که هی حرف بزنن، چون اونها از اون منیت قلابیشون اومدن بیرون و میدونن که دیگه منی وجود نداره. چون تمام گرفتاری های ما از این منیتی که برای خودمون ساختیم ایجاد شده. اصلا بر اساس این منیت ما جذب میکنیم، آدم ها سایه ما میشن و چون خیلی از آدم ها اصلا از خودشناسی و اینا خبر ندارن، اصلا در یک کلاف پیچ در پیچ زندگی گم شدن. نمیدونن چه خبره، سرشار از خشم و عصبانیت و طلبکاری و انتظار و توقع و اینا هستن. یک آدم خواب که نمیدونه ذهنش نیست، همش منتظره، همش توقع داره، همش انتظار داره، همش قربانی هست. خب همش عصبانی هست، فکر میکنه خودش خیلی خوبه و تمام جهان و آدمهای روبروش رو میبره زیر سوال. این آدم خواب هست که باید آموزش ببینه.